آقای دکتر، من یه نگاه متفاوتی که به مسائل جهان و خاورمیانه و خصوصا ایران دارم که یه نمونه اونو امروز در برنامه آقای معبودی مطرح شده بود و شما از آگاه شدن کلی مردم و مسائل موجود جهان خصوصا ایران که به این صورت نخواهند ماند همیشه اشاره دارید. ولی یه مقداری من اینجا به اصطلاح با شما متفاوت نگاه میکنم. اگه اجازه بدید من نگاه خودم رو یه توضیح بدم، بعد نظر شما رو بشنوم تو این گره ذهنی من مثل بقیه سوالاتم باز بشه. خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر، در مورد مسائل جهان و خاورمیانه که اطلاعات زیادی ندارم و به صورت کلی هرچی دارم، ولی در خصوص ایران نگاه من به ایران به این صورته که ایران یعنی تهران و یکی دو تا شهر دیگه و در شهرهای دیگه کسانی که از توانایی نسبی برخوردارن هجوم میارن به سمت تهران و در تله‌ای که در تهران وجود داره مثل اعتیاد و زدوبندهای دولتی و مسائل مختلف این چنینی گرفتار میشن و اگر نمیخوان گرفتار بشن تو این زدوبندها یا تقریبا از کشور میتونم بگم خارج میشن. این نگاه من است که واقعا میگم تا 5 سال پیش که اونجا بودم و واقعا به صورت یه مقدار مطالعات شخصی خودم نگاه میکردم و پیگیر میشدم دیدم. حالا بقیه این مردم هم به قول اون دوست شما با یه فلاکتی خوش هستن. حالا وقتی که طبق گفته شما 60% مردم کلا در جهان عقل ندارن، 20% هم از عقل نسبی برخوردارن و اون 20% آخر هم درصدی از ایران خارج میشن و درصدی هم در تله اون تهران گیر میکنن، چگونه این تغییرات صورت خواهد گرفت که شما میفرمایید مسائل به این صورت نخواهند ماند؟ خیلی ممنون میشم اگه ببینید عزیز، 2-3 تا نکته در اینجا مطرحه. دوستان مارکسیست ما یه واژه‌ای دارن تحت عنوان جبر تاریخ. من نه به جبر معتقدم و نه اونقدر به تاریخ، ولی در مقابلش امروز ما در دنیایی هستیم که میگن ضرورت زمان و مکان. یعنی من و شما با یه واقعیاتی روبرو میشیم که مرتبط به زمان و مکانی که درش زندگی میکنیم. اتفاقا به نظر من اون برداشت مارکسیستی به یک اعتبار تأکیدش روی همینه، ولی به صورتی که مطرحش میکنه تبدیل به یه دترمینیسمی میکنه و جبری میکنه که نه اتفاق افتاد نه اتفاق میفته. نه از نظر علمی امروز جایی داره، ولی به هر حال اون بحث دیگری است. پس اولا ضرورت زمان و مکانه. دوم که عزیز، برای تغییرات و دگرگونی‌های اساسی برخی از اوقات شما احتیاج به همه ندارید. مطالعات امریکا نشون میده که فقط اگر 3% مردم در امریکا به یه صورتی سازمان پیدا کنن و به طریقی که حتی در اینجا با اون همه فرصت‌های محدود امکانشو دارن راه بیفتن، میتونن آنچه که مورد نظرشونه در جامعه امریکا به نوعی پیاده کنن. بنابراین شما احتیاج به این ندارید که توده مردم برخیزن. شما اگر نگاه کنید به بسیاری از انقلاب کبیر فرانسه گرفته، انقلاب روسیه گرفته، حتی انقلاب خود ما در ایران گرفته، آنچه که تحت عنوان رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر میشناسیم قواعد رفتار اجتماعی رو نداره عزیز. من بارها عرض کردم ما 2 نوع رفتار داریم، فردی و اجتماعی. رفتار فردی اون کاری است که من و شما بیشتر در خلوت میکنیم، این که شما چگونه قبل از رفتن به رخت خواب و خوابیدن چه میکنید یا وقتی دوش میگیرید چه میکنید، بیشتر درسته تحت تاثیر محیط اطرافی، ولی رفتار فردی. رفتار اجتماعی 2 نوع. یکی رفتار گروهی است. رفتار گروهی وقتی است که شما بر اساس نظام ارزشی جامعه، یعنی اون ولیو سیستم، و نظام هنجاری یعنی قواعد رفتار، و بعدم از سازمان‌ها و وسایل و افراد استفاده میکنید. به همین جاست که الان کاری که من و شما داریم میکنیم، کسی که الان تو خیابون داره رانندگی میکنه، اونی که سر کلاسه، اونی که تو مغازش نشسته، اونی که تو اداره هست، اینا رفتار گروهی عزیز. ولی در مقابل این ما اصلا یه درس دیگری داریم تحت عنوان رفتار جمعی، یعنی در مقابل گروپ بیهیویر ما یه کلکتیو بیهیویر داریم. من در دانشگاه تهران قبل از انقلاب، در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در دانشگاه ملی بخش در رشته ادبیات و علوم انسانیش که رشته جامعه شناسی بود، در آموزشگاه خدمات اجتماعی در دوره فوق لیسانس، اون اسمش سوشال چنج بود، دگرگونی‌های اجتماعی بود. بعد مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم درس می‌دادم. من تخصص من کلکتیو بیهیویر عزیز، به دلیل اینکه کمی با مسائل اقتصادی آشنام،
کمکی با مسائل سیاسی، با مسائل فلسفی، مذهبی آشنا هستم و کمی با مسائل روانی و بالاخره اجتماعی و اینا به من اجازه میداد که بحث رفتار جمعی رو داشته باشم. در رفتار جمعی شما تحت تاثیر 3 عامل دیگر هستید. یکی عامل تقلید، یکی عامل تلقین، یکی عامل سرایت اجتماعی است. یعنی اصلا قواعد رفتار متفاوت عزیز. به همین جاست که شما یه جامعه‌ای که در حالت آرامش نسبی است و حرکتی نمی‌کنه، درست مثل ایران قبل از انقلاب، محیط دانشگاهی شرایطی محدود بود، ولی این برخی از اوقات حتی 1 یا 2% جامعه ایران رو نمی‌گرفت، حتی 1% رو هم نمی‌گرفت. به هر حال من قبل از انقلاب در ایران بودم، 2 سال قبل از انقلاب از ایران اومدم بیرون. حتی تا اون زمان اونقدرها خبری نبود و به همین جهت است که تمام این بحث و گفتگویی که شما دقیقاً می‌فرمایید رو همون زمان هم بسیاری داشتن و حرف منم دقیقاً این بود که این شرایط و وضعیت درست مانند یه طلوع خورشید یا یه خانه‌ای است که موریانه خوردتش و بعداً فرو میریزه. بنابراین وقتی که شرایط فراهم شد که ای بسا حتی به 1 سال که سال 6 ماه قبل از انقلاب ایرانم نبود، به یک باره ارتش چند صد هزار نفری، نمیدونم گارد شاهنشاهی 30,000 نفره، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی، ژاندارمری، تمام نیروهای مسلح، حتی حمایت‌های خارجی، هر چی بخواید اسمشو بگذارید که از نظر یه دی بود و به نظر من حتما یه مقدارش همچنان می بود، همه به یک باره تبدیل شد به هیچ و در نتیجه کار اینقدر بالا گرفت که وقتی که اون حکومت سقوط کرد، برخی از رهبران انقلابی فکر کردن این یه تله و دامی است برای اونا که سیستم رو ظاهرا فرو ریختن در یه محدوده‌ای که بعداً اینا خودشون رو آشکار کنن، حتی اینها رو بتونن محاصره کنن یا بگیرن. یعنی اصلا کسی باورش نمیشد این فرو ریختگی رو. و این اتفاق دقیقاً در انقلاب‌های دیگه هم صورت گرفته عزیز. حالت فزاینده و کومولاتیوی که این سیستم داره، ماجرای تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی که از زمان گوستاو لوبون و حتی بعداً در کارهای فروید به عنوان روح جمعی شناخته میشه. کاری ندارم با لغت روح به معنی که در چارچوب مذهبیه، به عنوان روح جمعی شناخته میشه. انسان اونجا یک کس دیگه میشه عزیز. انسان در شرایطی که درگیر رفتار گروهی یه موجوده، در شرایطی درگیر رفتار جمعی موجود دیگری است. کسی که دیروز از یه پلیس میترسید، کسی که دیروز اگر یه افسر راهنمایی ماشینشو متوقف میکرد ای بسا میلرزید، حالا که وارد مرحله کلکتیو بیهیویر شده، تانک هم بیاد به سمتش و تیراندازی هم کنه هنوز پیش میره. یعنی شما از او یه آدم دیگری میسازید. از نظر علمی بحث این است که اصلا لایه‌های مغز کدامش کار میکنه و کار نمیکنه، سیستم چگونه اوضاع رو ارزیابی میکنه و شما یه آدم دیگری میشید. و به همین جاست که لغت انقلابه، لغت قلبه، یعنی دگرگون شدنه، یعنی یه مفهومی است که آدم‌ها رو به هم میریزه. و به همین جهت است که اتفاقاتی که ناشی از یه جنبش هست، برخی از اوقات به دلیل اینکه انبار باروتی فراهمه، فقط یه جرقه اون رو به آتش میکشه و میتونه اونها رو به هوا بفرسته. نتیجتاً وقتی شما پروسه عادی دگرگونی‌های اجتماعی رو این گونه که شما توصیف کردید میبینید، بله این اوضاع ادامه پیدا میکنه، ولی وقتی در یه رفتار جمعی میشید ماجرا فرق میکنه. آنچه که در خاورمیانه ظرف 5 سال گذشته اتفاق افتاده، به نظر من نه کسی میتونست حتی 10% رو پیش بینی کنه و نه کسی اونا رو به وجود آورده. یعنی بله کشورهای خارجی، سیاست خارجی از امریکا CIA گرفته یا تا سازمان ها همیشه از این فرصت ها استفاده کردن و حالا که اتفاقی افتاده کوشش کردن بر این موج سوار بشن، ولی اینکه دریایی رو به وجود بیارند و طوفانی رو ایجاد کنند و موجی رو به وجود بیارن، نه، اونا نقشه، اونا همینقدر که موج پیدا شد اون رو ازش استفاده میکنن و موج سواری میکنن. اونا خیلی متفاوت، حالا با چه شدتی با چه قدرتی بعدن چگونه عمل میکنن یه مقدار ممکنه به دلیل توانشون دستشون باز بشه. ولی شما اینو به این دلیل میگم که الان بدونیم که چگونه همه در ماندن در فهم مسئله، چه رسه به حلش. البته شاید مثلا نمیخوان مسئله رو حل کنن، یعنی اون رو هم باید به نوعی شناخت یا اصلا فکر کنم نمیدونیم چی کار باید کرد، پس بذاریم هر کار میخواد بشه، بعدم به ضرر ما که نیستن، اون کسانی که احتمالاً اینور آبها نشستن و اون چیزیست که شما دارید میبینید. بنابراین شما من میفرمایید که چه خواهد شد. حرف من این است که این تاریکی داره
تا روشن بشه. به من میفرمایید چه هست؟ میگم این همون رابطه حتی انسانی که آدما تحمل میکنن بعد منفجر میشن. بنابراین ما قاعده خطی در روابط انسانی نداریم. قاعده خطی در برخی از پدیده‌های طبیعت هست، نه همه جا، ولی قاعده‌ای که هست واقعا یه مقدار حالت حرکت دورانی داره یا یه مقدار به اصطلاح سینوسیه و وقتی این رو بدونیم اون وقت با این پستی بلندی ها آشنا هستیم. به همین جاست که من قبل از انقلابم همین گفتگو رو داشتم. مطلبی که راجع به انقلاب هست من در کتاب 1975 کتابش موجوده، کتابش چاپ شده است، همکنون هم به عنوان جامعه امروز هست. مطلبی که در فصل 14 داشته مثلا توی اون تصویری که بود لغت زمان انقلاب داشت عزیز و این درست 4 سال قبل از انقلابه. بنابراین از نظر علمی میشد ولی ابداً زمینه‌ای براش وجود نداشت. اصلا کسی گوش نمیداد، حتی کسانی که مسئول بودن یا قرار بود اوضاع رو ارزیابی کنن. برای که من از این اتفاقات خبر دارم که چقدر به ایران کاری ندارم، اتفاق نمیفته، حتما میفته. زمانش هم خیلی دیر نیست، علتش هم خیلی روشنه یا دور نیست. علتش هم این است که ما الان در دنیایی هستیم که یه اتفاقاتی داره میفته که همکنون در صحنه مهندسی یا در صحنه پزشکی یا کشاورزی قبلا تو 100 سال اتفاق میافتاد، حالا تو 1 ماه اتفاق میفته و بنابراین این سرعت در جهت دگرگونی انسانی هم صورت گرفته و به همین دلیل است که وقتی امروز در گفتگو با آقای میبودی که شما اشارتون به اون هست، به زودی مردمان جهان برمیخیزن و حرفشون است که ما نه با هم دشمنیم نه میخوایم همدیگه رو بکشیم و شمایی که میخواید ما رو دشمن بدونید و ما رو بفرستید که اونها رو بکشیم و خودمونم به کشتن داده بشیم، بیاد پایین و رها کنید. به همین جهت است که من وقتی که معاون صدام حسین در اون گفتگوی ظاهرا احمقانه ولی به نظر من خیلی از یه طرفم هوشمندانه برگشت گفت که مردم امریکا که با مردم عراق دشمنی ندارن، ماها داریم، پس بیا رئیس جمهور با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور با معاون رئیس جمهور، ماها کشتی بگیریم یا همدیگه رو ببینیم کی زودتر میتونه بکشه، دوئل کنیم. من همه بهش خندیدن ولی در این حال هم یه حرفی بود که حقیقتی هم درش بود. یه روزی میرسه که مردم برمیگردن میگن آقایون و در برخی از جای کمی هم خانمای رهبر، ما برای چی بیایم خودمونو بکشتن بریم برای افکار عقاید شما؟ افکار عقایدی که اصلا نه مال ما هست و نه مال حتی خودتونه و اصلا به درد دنیای امروز هم نمیخوره. اون روز میرسه عزیز. این آگاهی و دانایی مثل هوایی که وارد خونه ها میشه، هم از این که شما بخواید یا نخواید و دیر یا زود فراگیر میشه، اونها داره میاد و به همین جاست که وقتی صحبت از بهار عربی شد، این بهار در زندگی انسانی پیدا میشه. فقط البته نمیخوام بگم خطر این که این بهار به خزان تبدیل نشه همچنان هست، اصلا بهار نشه خزانی بیاد و همه چیز رو نابود کنه هست. به همین جاست که وقتی که برتراند راسل کتابش رو نوشت هزبند فیوچر، آیا بشر آینده‌ای داره، اونجا نگران بود که شاید البته در زمان او جنگ سردی که وجود داشت یه روزی همه جهان به نابودی کشته بشه. هنوز اون احتمال وجود داره، برای که انسان اگر تا به امروز خودش رو نابود نکرده از نادانی و ناتوانیشه این دانایی و توانایی پیدا کنه این کارو میکنه. نتیجتا شما من میگید جهت کلی رو چه میبینی؟ جهت کلی رو چه میبینی؟ میگم به سمتی که به هر حال این اوضاع میتونه تموم بشه، البته اگر نابود نشه. بعد درباره وقت و زمانش میتونیم با هم صحبت کنیم. اونم باید علاوه بر علم یه مقدار اطلاعات داشت که اون اطلاعات اگر باشه میشه حتی زمانش رو هم به مقدار زیادی مشخص کرد. اگر نیست ناچار باید با یه مقدار احتمال صحبت کنیم و از پیچیدگی مثلا باخبریم. حالا آقای دکتر خیلی ممنون از جوابی که به من دادید. من نیاز دارم یه مقدار روش مطالعه کنم تا برام هضم بشه. حالا این قسمت دوم که به قول معروف به مسائل جهانی اشاره کردید، مثل همین کاندیدایی هم که تو برنامه آقای میبودی گفتید، من اسمشو یادم نیست اصلا، این آقایی که کاندید شده و این احرام سلاسل رو گفته اینا. نه این آقای کارسونی که بله. جراح. حالا من یه مقدار از اون ایران که در بیام یه مقدار به قول معروف گلوبال نگاه میکنم به قضیه. این چجوریه که آقای دکتر الان مثلا با همین وضعیت که میگم شما به من یاد دادید که زیاد تعجب نکنم، با توجه به شناختی که از انسان به عنوان یه موجود پیچیده امروز بهش نگاه میکنم، این چجوریه که الان مثلا در صدره درسته؟ پس من میگم که آمریکایی که مثلا خودشو به اصطلاح رهبر جهان میدونه یه همچین کاندیدی داره و یه همچین مردمی داره که پشتیبانی میکنن.
حالا اگه ایشون شانسی بیاد و به طور اتفاقی و نمیدونم دیگه به قول معروف بیاد و مثلا اگه رئیس جمهور بشه، خب اصلا خب نه آخه اینجور نه ببینید، نه آره آخه شما که نمیتونید با معادلات اینجوری که خودتون میگید بعد بیاد خب به هم میرسه که به هم میرسه بعد تا بس تمومه. نه ببینید عزیز، شما وقتی متوجه بشید در یک کشوری زندگی میکنید که خیلی بیشتر از اروپا مذهبی، با یک کشوری زندگی میکنید که مسیحیتی که به اینجا آمده اینقدر پالایش و والایش و عرض کنم آرایش و ایناش کردن که بشه به مردم اینجا خوراندش. وقتی با این واقعیت روبرو میشید که چیزی نزدیک 40% مردم این مقدار باورهای سفت و سختی دارن و به کتاب به قول معروف به Old and New Testament به عنوان literally باور دارن، یعنی هرچی تو اونجاست به همین شکل و فرمی که در ظاهر فهمیده میشه باید باور داشت برای که کلام خداست و تمام شده. رفتی با یه همچی دیدی نگاه میکنید و شما متوجه میشید 30-40% اینجوری هستن و این 30-40% تقریبا اگر 40%ان 35%شون تو حزب جمهوری خواه هستن و چون سر یه موضوع با هم مشترک هستن معلومه در مقام مقایسه با چند تا 7 تا 8 تا 10 تا کاندیدایی که وجود دارن اون میتونه رأی بیشتر رو فعلا داشته باشه. اما وقتی که برسه با ماشین انتخابات حزب جمهوری خواه، اونا یه سیستم دیگری رو برای انتخاب دارن که ممکنه حتی با وجودی که ایشون جلوه یه کاری بکنن که مثلا آقای روبیو بیاد جلو که احتمالاً اون خواهد اومد، اونو میارن تو سن. بعد تازه اینا باید برن تو جنرال الکشن، در جنرال الکشن اونا حتما رأی نمیارن، یعنی ایشون آقای کارسون هرگز رئیس جمهور امریکا نخواهد شد به همین سادگی، یعنی با همین حرفایی که زدید. پس بنابراین اون اتفاق نمیفته. ولی حال تازه اصلا اتفاق بیفته عزیز. باز ببینید شما باز یه نگاهی دارید در امریکا ریاست جمهوری در یه حد 1-2-3% در یه زمینه‌های نقش داره، اون تعیین کننده نیست عزیز. سیستم ماشین سیاسی امریکا اصلا به گونه دیگه کار میکنه و درست مثل من و شمایی که پشت فرمون میشینیم و 100 تا اتفاق عجیب و غریب تو اتومبیل اون میفته، من و شما درسته که فرمان دستمونه ایستادن و رفتن و کج و راست کردن همه ماست، ولی نباید فکر بکنیم که ما در این حال هم داریم زمینه‌ای فراهم میکنیم که مثلا بنزین تبدیل بشه به آتش بگیره، بعد تبدیل بشه به انرژی و روغن این ور اون ور بره و چیزایی از قبیل. مثلا نقشی ندارم، من پشت فرمون میشینم میرم اصلا نمیفهمم ماشینم چیکار میکنه. داستان این که کسی در امریکا رئیس جمهور بشه در حالی که در ظاهر و در یه زمینه‌های کاملا تعیین کننده است، در بیشتر زمینه‌ها هیچ کار است عزیز. و همینجاست که وقتی شما رو هم بذارن رئیس جمهور یه مقداری 90% کارا همینی که هست. به علاوه در خصوص امریکا عزیز، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات درباره موضوعهای داخلی و محدود و محلی با هم اختلاف دارن. سر مسائل کلی و عمومی در حقیقت یکی هستن. به همین که من سالهای قبل تو همون کتاب 1975 نوشتم تفاوتی که بین مثلا حزب جمهوری خواه و دموکرات، اینا میگن ما به شما نون و پنیر و سبزی میدیم، اونا میگن سبزی و نون و پنیر میدیم. همین، فقط مال ما سبزی سبزتر، اونا میگن مال ما نون ما احتمالاً خوشگل‌تر و خوش مزه تر. هم تفاوت‌ها اینجاست، خیلی نبود. حالا بیا من شما اینقدر بحث سر این چیزهای سیاسی به این صورت نکنید، چون اینا یه مقدار مباحث جدید. اگه حرفی دارید کوتاه به من بزنید، چون من دوستان دیگه رو خط هستن. من حالا چه دلیلی باعث شد که این مسائل مطرح نه اونو ولش کن، آخه دلیل خودته. حالا سوالت نه متوجهم. نه آقای دکتر، من یه نگاهی هم دارم که مثلا قدیم فرض کنید مثلا کلا قضیه دو جور بود، یعنی هر کی مثلا کد خدای رهبر بگه مردم به اون سود. الان نگاهم اینجوریه که الان زندگی به صورت غرفه شده، یعنی تودای مردم تلفنتون چی شد؟ یه دفعه یه چیزای عجیب و غریب شد، قطع شد. به هر حال متاسفم، خودتون خیلی اذیت نکنید. بذارید با شنونده دیگه صحبت کنم. اگر